سلام دوباره به دوستان عزیز، بچهای تو خونه، حالتون چطوره؟ امیدوارم حال خیلی خوبی داشته باشید. دوستان عزیز به کانال یوتیوبی جواد بنک خوش اومدید. دوستان عزیز براتون یه اتچمنت کمیاب تفنگ رومخ، یعنی کسکش کونه من این پاره کرد. من تونستم یه دونه همچین اتچمنتی فعلا بذارم موقت تا بتونیم اینو رو بزنیم، در دیوار رو نزنیم. خوب بد نیست، خیلی خوب. من استفاده میکنم مثلا اتچمنت فوق‌العاده روش گذاشتم. اینو دیگه حدودا یکی 2 ساعت نشستم تو ویدیوهای قبل گفتم 45 دقیقه نشستم میکنم سیاره میزه رو چیدم. خیلی خوبه، مافیک زنه، خیلی اتچمنت گلیه. راحت انیمی میندازه پایین با 2 تا تیر. بریم برای بازیش. خوب دوستان عزیز، برای این اسکوپه حتما باید اینو بذارین. برای اسکوپ جدیده اینو باید بذارین، اینو بذارین، این بذارین، فرق نداره. من چیه لیزر دل بخوای هر چی که دوست داشتین، چراغ دستی هستن ندارش بندازین بالا. لیزر دل بخوای هر چی میخواید بندازین، میخواید نندازین دل بخوای. اینو حتما بذارید. اینو بذارید خود تک 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 جوری تک تیر برای تونده چرت حال نمیده. اینو بذارین، خیلی خوبه. حالا خشابش که 15 تیر بود، این 30 تیره، این 45. همین 45 خوبه. اینو بذارید و اینو بذارید. نگالی بابا. خب اینو بزنین پر کنین تا آخر. همه رو باید پر کنید دیگه. پر کنید، اینو پر کنید، اینو پر کنید، اینم پر کنید. اینم تیکو میندازیم. دمتون گرم تا اینجا ویدیو ما رو دیدین. اگر دوست داشتید کانال یوتیوبی جواد بنک رو دنبال کنید تا ویدیوی بعد خبرهای ما با خبر باشید. اولین نفر باشید ویدیو ما رو ببینید. خدا نگهدار.